خوش آمدین در لایو صدای ازرگی. دیگه انشالله امشب برنامه داریم، برنامه موسیقیه. نامش نوشته نیامد هزاره، انشالله مایه دیگه. یک نوجوانی قوم است دیگه، اینا را سپورت کنیم دیگه. خودمون انشالله مایه که درباره چیزش کم پرسان کنیم که باز بخیر خودانش مایه. محمد هزاره خوش آمدی. لاله جان خوبی؟ جان دجوره؟ خوبی بخیری جان، من تجور بخیر سلامتی الحمدلله. چاکر شما خوبی جان دجوره؟ دیگه خوبی بخیری جان، من تجور بخیری. خوش آمدی در صدای ازرگی. فعلا کجا زندگی نین؟ جان فعلا در کویته پاکستانی. خواه کویته پاک. و چی باعث شد که شما مطلب ایده دنبوره کسا شوق کردین؟ چی مطلب؟ دنبوره را اولا که فامیلی کلن دنبوره چی؟ دنبوره میزنیم دیگه. این شوق زمانی گرفت که مثلا پدر مینا لاله مزنایم برادر کلان مینا دنبوره را مینواخت، یاد داشتن و میخواندن دیگه. کم کم میده منم شوق گرفت، گفتم باش که من دنبوره را یاد بگیرم. پدرم بگیم خوبتره بهتر محمدی لقبشی محمدی است و فعلا همراه ما همینجی در پاکستان. پیش گوی تر شاگردیم گده تر پیش استاد شما مثلا گفته میتونی که کیه؟ استاد نه، پیش هیچ گونه استادی ما شاگردی نگدم که مثلا ما رفتشم پیشی استاد درس خواندشم، نه اصلا. فقط بعضی چیزایی که مثلا ما یاد نداشتم خیلی کم مثلا آهنگاره پدرم یاد دیده که مثلا ایش نرقم میشه، ایش مثلا نرقم بزن، خیلی کم چیزایش را دیگه همش کس ما خودم تمرین کردم، توانه خودم بده. هم استعدادی بده که استعدادی خدا دادیه دیگه. ماشاءالله ماشاءالله. کدام شعرهایی که مطلب کدام شاعر داره که مثلا بلده شما شعر نوشتنه یا مثلا از قدیمیر کزار کسا که خواندی؟ شاعر نه، شاعر ندارم. یک پدرم بعضی شعرها نوشتن، بعضی موقع شعرهای پدر میخوانم و زیادترش کس بازخوانی است از استاد سید انور آزاد و دیگر استادان. تا حالی به جز همی که در تیک تاک هم که تشویق شدم دیگه تشویق نگیرم. دیگه تر دوگو کنسرت منصد هم چیزک دین یا مثلا نمیزی طریق تیک تاک یا مثلا فیسبوک؟ نه کنسرت نرفتم برفعلا. تابالی در تویا مثلا در مجلس ها اینجا رفتم خب خواندیم، ولی کنسرتی که مثلا کنسرت کلان باشه که هنرمندا جمع باشه دوت کنسرت ها تابال نرفت. قصه که قوم قطع هسته دیگه انشالله مو شوقی که داره شوق پیش ببر در هر طریق که مبلی مون دعاگویت هسته دیگه بخیر هسته. برنامه رو شروع کنیم. چطور ساله؟ نعمت برار خوش آمدی. تشکر از اینکه در برنامه اشتراک بخشش این برنامه را مخصوص از شما گرفته. مثلا در تمام از ما در نمایندگی مثلا ما یا آقای اسماعیل یا یک بایی هر کس اینجا هستن از نمایندگی از وای دیگه فکر کن که هر تصمیم که دوست بگیره همیشه هم رایت بوده و هسته. زنده باشید، جور باشید. تشکر از حمایت های شما، تشکر از اینکه یک قدر زحمت میکشید وقت جان. سپاس. هر رقم که خودتو دوست داره دیگه از سید انور شروع نی، از هر کسی که خودتو دوست داره استعداد چی داره دیگه بخیر است شروع کنید. یه آهنگم بازخوانی مونم از استاد سید انور آزاد، آهنگ بوتیسمی دیگه کم کاسی که داشت دوستا بخش کنیم.
دلبر شیرین کشتنی عاشق کی روا باشد. سیمین دلبر شیرین کشتنی عاشق کی روا باشد. عاشق مسکین با دل غمگین به کس و تنها به نوا باشد. عاشق مسکین با دل غمگین به کس و تنها به نوا باشد. مشکلی عاشق قاتلی عاشق یا خدا داند. از دلی عاشق مشکلی عاشق قاتلی عاشق یا خدا داند. لحظه هایش غم دیده پرنم قلب مزونش با وفا باشد. لحظه هایش غم دیده پرنم قلب مزونش با وفا باشد. پرخون رفتن از دنیا با دل شیدا. لیلی و مجنون با دل پرخون رفتن از دنیا با دل شیدا. قانونی غم کش در جهان بینویش دفتری عاشق در کجا باشد. قانونی غم کش در جهان بنویش دفتری عاشق در کجا باشد. ای بت سیمین دلبر شیرین کشتنی عاشق کی روا باشد. عاشق مسکین با دل غمگین به کس و تنها به روا باشد. شیرین و فرهاد هر یکی گفتن. برقه و گلشا و میقواز را شیرین و فرهاد هر یکی گفتن. هر یکی گفتن صفحه بنوشتن گل بدنها را یک خطا باشد. یکی گفتن صفحه بنوشتن گل بدنها را یک خطا باشد. ای بت سیمین دلبر شیرین کشتنی عاشق کی روا باشد. عاشق
مسکین با دل غمگین به کس و تنها بینوا باشم عاشق مسکین با دل غمگین به کس و تنها بینوا باشم. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار خوب. دیگه بسیار عالی. نعمت عزیز یک سفارش هم داده اینجا که همون چکنه بریر بخوانم. چقنای بری ماده برو برشی چقنای بری ماده چقنای بری از تمکی ماده چقنای بری از جابوری ماده ما سات چی می بادامیش شلوم به آباره چار گل بینی ماده مرکی می بینم از خندمونه تشکی تشکی ماده مرکی می بینم از خندمونه تشکی تشکی ماده. خانه به تو خجل بند دل ما تاریک بسته آغیل بند دل ما ای های تاریک بسته آغیل بند دل ما آخ نتو دارم نه جرم جگر جان در جان ما درد سیل بند دل ما ای های در جان ما درد سیل بند دل ما آخ نتو دارم نه جرم جگر جان در جان ما درد سیل بند دل ما ای های در جان ما درد سیل بند دل ما برو برشی چقنای بری ماده برو برشی چقنای بری ماده چقنای بری از تمکی ماده چقنای بری از جابوری ماده ما سات چی می بادا میشی شنو به آباری چار گل بینی ماده مرکی می
کنا برو محلشی دانه درگشی بشین و متلشی های های دانه درگشی بشین و متلشی آخ دیگه ندرم غمی مردار یگره ببینم گری لبای خنده چلشی های های ببینم گری لبای خنده چلشی آی دیگه ندرم غمی مردار یگره ببینم گری لبای خنده چلشی های های ببینم گری لبای خنده چلشی بسیار خوبش، بسیار عالی، بسیار خوبش. دیگه همین نو مخصوصا برای نعمت هزاره بسیار زیاد خوب خواندید. جور باشید. زنده سلام برای دوستا. انشالله که جور باشین. نعمت برار ماشاءالله بسیار بهترین میخوانی. صدای تو رسا. زنده باد. عزیز دل ما، هنرمند نجات طلایی ما و سلام به دوستای به بقیه دوستایی که در بالا هستن، دوستایی که در پایین لایو هستن و سلام به صدای هزارگی. تشکر از اینکه نعمت بالا آورده و نعمت دعوت کرده در برنامه قشنگ. خیلی خوشحال شدیم که با شما هم کلام هستیم. تشکر. بسیار لایو زیبایی در این نام خدا ماشاءالله. یعنی درود به شما. خود لایو گذاشتن و اینکه مدیریت بکنه اون لایو خیلی زیبا پیش بره، خیلی قدرت بالایی میخواد. سلام آقای نعمت هزاره عزیز. من البته وقتی که وارد صفحه شدم تایمای آخری بود که زمزمتون بود، ولی از تعریف‌ها و تمجیدهایی که دوستان پایین صفحه دارن می‌نویسن فکر کنم خیلی زیبا می‌خوانید. ان شاءالله موفق باشین توی این
چالش یا هنگ میخوانم تقدیم جیا برور و کم کاسی که داشت دوستا از بزرگواری خوشش کنه. آهنگ سیاموی را انشالله بعد از آهنگ سیاموی را تقدیم تیمی خورشید.
میشه لای تو دیگر رقم نموشه بیشینم سری رای تو گفتم دبال پای تو دیگر رقم نموشه بیشینم سری رای تو گفتم دبال پای تو باور تو اگر نمیا بیا کو نظر بیا از پیشی منبر بیا از پیشی منبر بیا بسیار عالی نعمت جان، بسیار عالی، بسیار خوب. تشکر برار جان. زنگای دل کندی به خدا. من از آقای نعمت سوال داشتم. با یک نفر دیگه برای خودم واقعا خیلی زیبا بود. آقای نعمت سوال در مجموع کنم. بله چرا نه؟ از پیش کدام منبر بیم؟ منبر والا تاونه میگن؟ یعنی راه پایین چی میگن؟ تاونه؟ شو نقول پایینه اینه از منبر بلنا بیا خیر تو. منبری آقای مبلغ خونه برن. سلام علیکم دوستای محترم تمام. علیکم السلام، علیکم السلام. اگر باید خوش آمدید. نعمت جان بسیار خوش آمدی در برنامه صدای هزارگی. بسیار خوش هستیم که شما در پالیوخ داریم دیگه. دوستا که هستن تمام شما پایین لایف و بالای لایف تمام شما سلام و صمیم قلب دیگه. تشکر. برنامه خود ادامه بدین. شما یک فرمایش داشتم از خواندن استاد سرور سرخوش. بعدا اگر بس از این بعد اگر وقت دارین امور بخوانیم برای ما. خوش آمده حیدر علی. تشکر. دیگه باشه روی نوبت انشالله از همگی را جور باش. باشه میخوانم. جور باش. آباد باش. دیگه یک آهنگ از تیم کومه از کشوری خورشید مخشم فرمایش دادد که آهنگ سیاموی را بخوان. البته سیاه مویم سیاه پوشیده امشب آخ دلارم ای زی غمهایش دلم جوشیده امشب مرا کی در نظر داره سیاه موی و یا جامی دیگر نوشیده امشب لبی للی شکر باری گوهریز سیاه موی جان سیاه موی چشمی مستی خماری سحر خیز لا 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 برای بردن قلبی غریبم
سیاموی جان سیاموی با سنگ سرما هر دم میکنه تیز سیاموی جان سیاموی آسمان کی ژاله دارد آسمان کی ژاله دارد مرغان کی ناله دارد زلفی درازی لیلی را مجنون بشانه دارد مجنون بشانه زلفی درازی لیلی را مجنون بشانه دارد مجنون بشانه سیاموی تا کمر موی تا قربان آی دلارم دو چشمانی بالا جوی تا قربان باشان خیرمانی مویت فگنده با شهر دل هیا هوی تا قربان برو با یار بگو یاری تو آمد سیاموی جان سیاموی گل نرگس خریدار تو آمد لا 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 برو با یار بگو چشمی تو روشن سیاموی جان سیاموی همون یاری وفادار تو آمد سیاموی جان سیاموی سیاموی جان تو خود وفا نبودی یار من چرا ترکی ما نمودی آفرین و میرو وفایت سیاموی جان تو خود وفا نبودی یار من چرا ترکی ما نمودی آفرین و میرو وفایت بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی مرسی واقعا زیبا خوندی لذت ناخونای تو درد نکنه دیگه استاد ناخونای تو درد نکنه جور باشه احمد جان بسیار عالی بسیار بهترین تو را که چرا پیدا نکردیم به خدا یک قدر خوب استعداد یک قدر خوب ماشاءالله هنرمند خدا شما را همیشه حفظ داشته باشه دیگه می ترستیم دیگه ادامه داده بریم دیگه اگر دوستای دیگه گو سوال جواب داره اون هم کست گوش منیم از اونها آقای اول ما کردیم زاکر با یک سلام دعا کنیم که ما که سلام دعایی نکردم ما بالا ما طرف سلام علیکم زاکر بای منده نشی سلام من در بیرار خوبین جورین بخیرین خوبی جات جور بخیری امن و امان تیک تاک تشکر زنده باشین دیگه دوستان سلام برسه انشالله تشکر زاکر جان خوش آمدید بسیار زیاد دیگه خوش باشین زنده باشین جور باشین نعمت برار زنده باد صدای تو رسا بسیار عالی میشنویم نعمت دیگه حق دارن میگردن از ما خب آهنگ به فرمایش حیدر علی آهنگ با پیرهنی آسمان چادر ماشیر میخونم
دیگه دوستا اگر کم کاستی بودک بخشش کنید. تشکر. اجل خود را چرا بدنام می سازی، کی من خود می میرم زی سوز و درد یار آهسته آهسته. بنشین که تو را سر ببینم، خوش آمدی بنشین که تو را سر ببینم. از دوری تو گشت دل دکان کبابی، باز آمدی یا دل بری من مانده نباشی. از دوری تو گشت دل دکان کبابی، باز آمدی یا دل بری من مانده نباشی. بیا مانده نباشی او یار مانده نباشی، زیبا مانده نباشی. دردام کشتی مرغ دلی به پر و بالم، دردام کشتی مرغ دلی به پر و بالم. رنجوری من آخر تو سبا باشی نباشی، باز آمدی یا یارکی من مانده نباشی. رنجوری من آخر تو سبا باشی نباشی، باز آمدی یا یارکی من مانده نباشی. بیا مانده نباشی او یار مانده نباشی، زیبا مانده نباشی، رنا مانده نباشی. ای بختی سیاه کن نصیبم شب لبی آرام.
هم شب لبی اورا با خنده و با رقص و گاهی با سسوابی باز آمدی یا یارن باز آمدی یا یارکی من مانده نباشی با پیرهنی آسمانی چادری باشی باز آمدی یا یارکی من مانده نباشی با این همه زیبایی و با این همه عشق با این همه زیبایی و با این همه عشق امشب ببرم تا به سحر کاشکی باشی باز آمدی یا دلبری من مانده نباشی امشب ببرم تا به سحر کاشکی باشی باز آمدی یا دلبری من مانده نباشی بیا مانده نباشی او یار مانده نباشی زیبا مانده نباشی رنا مانده نباشی لیلا مانده نباشی تشکر محمد جان عزیز تشکر جور بسیار عالی باشی نعمت زنده جان باشی بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی بسیار جور باشی آباد باشی با خدا بسیار مزه کرد هم بسیار دیره بعد میتر مزه کرد دنبوره و پنجه و بسیار با خدا جور باشی نعمت جان صدای تو رسا باشه بسیار قشنگ خادی مقبول دیگه خدایشی I love you دیگه بخیر امی آخری آهنگ را میشنویم وقتی برنامه خلاص میشه دیگه دوستا یادشون باشه دیگه می آخری آهنگ را از نعمت زاره میشنویم دیگه یک خواندن صفتر توکلی هزاره ها هوشیار باشین بعد از این هوشیار با بیرقی هزارگی بیدار همین بسیار خوب خواندن استاد صفتر توکلی اگر برین پیش موشیره شی آن کدامش خوش داره برو بخنم نعم مشکل نیست شعر را ما این شعر ندارم لاله جان بخشش باشه مقصد یک شعر در وصف هزارها هست این شعر پیدا کنیم بهش بس البته یک رزگک بخشش میخوایم شما نعمت شوکی آمده بودین یک دنه جز خواندین دنبوره که پاریم زی هزارگی بود که منیش نان بوتا و قرود و چیزا داشته که اون رو بخوان بسیار خوب میشه که شان از مو هزارهای چیز نیه که مو چیز جور کنی ایت بگیری او تکنی ما شعرهایش زیاد من رفته لیکن زیاد خوبش خانده نورا نمروز زارگی کلچر دی کم ده نه لگه دیچون باشه مفتی دلغه ممانا موزا اونیه شعر این شعر که شما میگید ما اون روز که آمدم یک آهنگ خواندم یک آهنگ بود که جاگوری بیسود نداریم پگمون آره میرم باشن میسته باش می آهنگ رو تقدیم شمونم دیگه انشالله بازم در لایف های بعدی هستیم دیگه هر فرمایش درست تشکر
نیت بکنیم دنیای خود جان نجار کنیم اگه نیت بکنیم دنیای خود جان نجار کنیم هر کجا بدخواه قوم خود در روی شیبت کنیم هر کجا بدخواه قوم خود در روی شیبت کنیم جاموری به سود نداریم پاک و نور بندی مدهیم از جدای سود نداریم قوم و دل بندی مدهیم همگی وشتم داره بچی دیانه کم داره همگی وشتم داره بچی دیانه کم داره از دیروز خو یاد گرفته باید خود خود جمع کنی از دیروز خو یاد گرفته باید خود خود جمع کنی جاموری به سود نداریم پاک و نور بندی ملاییم از جدای سود نداریم قوم و دل بندی ملاییم نه تنها بام یا و دای زنگی و دای کندی خونه نه تنها بام یا و دای زنگی و دای کندی خونه کابل و غزنه و جاهاری را با هم یک کنیم کابل و غزنه و جاهاری را با هم یک کنیم جاهاری به سود نداریم پاک و نور بندی ملاییم از جدای سود نداریم قوم و دل بندی ملاییم بسیار عالی نعمت جان زنده باشی دیگه بسیار زیاد تشکر نعمت جان که از وقت خو چیزک دین مور وقت دادین دیگه دوست آمد گوش کرد بسیار زیاد خوشحال شدیم دیگه تشکر از بچه رئیس که نعمت جان قد از ما تعارف کرد که تشکر خاص از بچه رئیس هم مونیم که نعمت جان قد از ما چیزا کرد لایف از ما اومدین دیگه بسیار خوشحال شدیم بسیار زیاد تشکر نعمت جان و باقی دوستا دیگه یک پیغام خاص بچه رئیس اگر داخل سری دارین از برنامه را بگین دیگه بخیرم و برنامه را دیگه در پایان میرسن مدبر از دستایی که تزی لایف همدن دفال شدن کسایی که زیر لایف جهان سپاس تمام شما دیگه نعمت برار کم گوشه بشم نوشته دم پالیف معلوم شونه صبح شد ساعت هفت شد وقتی اروپای مرکزی جرمنی در اونجا یک برنامه در صفحه منصور رحمانی در برنامه با دم بوده اشتراک کردم
از تمام دوستا خواهش میشه که دمیج مثلا باید در نعمت را حمایت کنه، هم از طریق رای میشه هم از طریق گیفت. از طریق رای دو گزینه، یک گریه میله یک خنده. اگر سری خنده فشار بده شاید دمی خنده نوادم زیادتر شونه از دوستایی که مثلا تشویق منه و همچنان دیگه. از طریق گیفت کسایی که گیفت میزنه مثلا 2000 گیفت یک رای حساب میشه. بازم جهان سپاس از نعمت برار جمع از مو امات از مورد زمین اشت. تشکر برادر جان، تشکر از لایف زیبای شما، تشکر از اینکه وقت دادید بالا آوردید. دیگه تشکر از تک تک شما دوستا که حمایت منید. دیگه بازم دوستا نگفتن همونه که در لایف استاد منصور در حمایت همه شما نیاز دارم میجی. دیگه تشریف برید. دیگه تشکر از همه شما. دیگه تشکر دوستا. نگفتنم نه آقای حسینی هم جویا برار هم دادم گوشه شتا اکسم بال تا یک دم هنر درک بنمایش بیله. چطور؟ ببخشید آقا گرفتم که بچه رئیس برار ما اگه متوجه شده باشیم عکس نعمته با چی پروفایل بک‌گراوند فردا شب فاینال دم بادم بوره از هوادارهای خاص نعمتیم. برار ما میشه برار دم مایه دیگه همیشه وقت مشوقش بودیم، همیشه وقت دوستارش بودیم و همینجام که بالا مادم از خاطر که با شما که نعمت جان همکاری کردین و تشویق کردین اینجا آوردین دلال با شما همسو باشیم، همکار باشیم. خیلی تشکری خاص بچه رئیس برار که هماهنگی کردین و صدای زارگی برار خیلی خیلی زیاد تشکر که همچنین برنامه را میندازی به دوستاره و استعداداره تشویق کنیم و دوستایی که گفت زدن برای نعمت جان تشویق کردن از همهشان تشکر و تشکر از که بالا آوردین. من دیگه پایین برم دیگه. وقتتون خوش، بخیر باشین دیگه. دیگه نو دوست نو خوش هم نگو پیغام داشتیم و دیگه وقتی برنامه تمام شده بخیر. سلام برسه خدمت همه عزیزا. من الان در لایو رسیدم، صدای آقای نعمت شنیدم، بسیار مضمونش بسیار زیبا بود. من یک خواهش دارم از همه عزیزا که اگر که ببخشین که من یک ذره مانده است از گپ زدن ماندم بخی. موضوع خواندن‌های تا یک ذره حماسی انتخاب بکنین به خاطر این حمله کوچی کلان بالای مردم ما شده. آهنگار اگر یک ذره حماسی تر انتخاب بکنید بسیار زیبا میشه و مثل می آهنگ کمیال آقا نعمت خواندن حماسی بود تقریبا. و یکی هم این که خواهش میکنم از شما که اگر برای همگی اگر مقدور باشه همه عکسای پشت، یعنی چی میگه که در پشت سر که عکسایی که میمونین امی حمله کوچی ها را که فعلا خیلی بدالیست در افغانستان امیر بانیم. و یک چیز دیگه هم خواهشی که دارم این که یک خط در میان در گفته چی که امیر یاد بکنیم، یعنی مثلا هر یک نفر که میای فردا شب دیگه برنامه درسته، هر یک نفر که میای مثلا این آقا نعمت آهنگشان خواندن با نوبت کس دیگه که میرسه یک یاد بکنیم باز از این مسئله که حمله کوچی ها به افغانستان. نمیخوایم که حالا پیام تو سیاسی بکنین لایو، ولی امی که خودش که آدم کم کم یادم که بکنه این امی بازم یک چیزی است که هم انرژی میته در دیگرها، همین که در اون دشمنای ما حتی میفهمانه که ما در هر جایی که باشیم لایو ما حتی اگر ساز دنبورم باشه ما همچنان در یاد اون مسئله کوچی ها هستیم که مردم ما را چه رقم زیر ضرب و شتم گرفتن و زندگی رو برشان تنگ ساختن. امی خواهش از شما داشتم، گفتم که من تک تک در تمام لایوا میرم و یک دقیقه میگه بعد کلگی خواهش میکنم که می کار بکنین حتما. این خود از یک یادآوری است. میدونین شاید کاری ساخته نباشد اسم، ولی یک فریادم یک فریاده، دو فریادم دو فریاده. حتی امی مثلا امی جمعی که میشیم امی دنبوره و اینا بسیار خوب، یک ساز یک مال مردم ماست، در خون ماست دنبوره که باز دمی هم امون نوای امون ساز حمایت باشه
متوجه هستین؟ تشکر بله از بله بالا تشکر آوردین. خانم بسیار جور باشین. ببخشید. باز بخیر کسته چیزا بود. باز بخیر کسته چیز لیزمو برنامه میگیریم. لیزو بخیر ما برنامه میگیریم. تشکر بخیر. دیگه. جور صحتمند باشین. باز بخیر میایم تشکر. جور باشین. خداحافظ دیگه دوستا. تشکر میکنم.